آیا تو هم درد و رنج داری؟ از زندگی دنیا به تنگ آمده ای؟ قلبت احساس تنگی می کند؟ غمگین نشو، تنها توی حالت را نداری. حتی پیامبر علیه السلام هم گاهی اوقات قلبشان تنگ می شد، گاهی اوقات احساسی نارضایتی و ناخشنودی می کردند. الله متعال می فرماید وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. الله متعال میگه ای پیامبر، ما میدانیم گاهی اوقات قلبت تنگ میشه، احساس ناخوشنودی میکنی، دنیا با این وسعت و فراخی برایت تنگ میشه، به خاطر اینکه در اطراف پیامبر انسانهای مشرک پیامبر را آزار و اذیت میکردند، با کلمات تندشان، با کلمات توهین‌آمیزشان پیامبر را گاهی اوقات عذاب میدادند و پیامبر علیه السلام قلبشان تنگ میشد. الله متعال میفرماید فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. اما غمگین نشوی پیامبر، این دنیای از غم و رنج و عذابی که از طرف مشرکین برایت می آید، اینها را با تسبیح الله متعال، با گفتن سبحان الله، الحمدلله، الله اکبر، با اینها از بین ببر. و کن من الساجدین، و پیشانیت را به خاک بمال به خاطر رب العالمین. تسبیحی که تو به خاطر الله میگویی، سبحان الله که تو میگویی به خاطر الله متعال، و سجده‌ای که تو به خاطر الله متعال میکنی، اینها در حقیقت دوای دردهای تو هست، درمان دردهای بی درمان تو هستند.